با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و برای معین نمودن شرایط مساعد جهت سیر و گشت و فراغت ساکنان شهر خوروغ، کارهای ساختمانی در هر یک محله اهالی نشین شهر خوروغ وسعت تازه کسب نموده، رشد انفراساختار حیاتی مهم، بهبودی بخشیدن سطح اجتماعی اهالی و به همین وسیله آباد و زیبا گردانیدن شهر خوروغ در مرحله نوی رشد امروزها یکی از هدفهای مهم دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب دانسته می شود. در دایره سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد به معیارهای شهرداری جوابگو نمودن کوچه‌های مرکزی شهر خوروغ در اساس دستور سفارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره برنامه دولتی در سمت رشد و نموی هر یک شهر و ناحیه 600 متر سیستم چراغانکنی خیابان مرکزی به استفاده داده شده. چراغانکنی مرکز شهر ادامه دارد. این اقدام نیک در دایره لایحه استواری توسط رشد همگیرایی شهری در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوروغ به راه مانده شده به زیبایی و آبادی یک گوشه وطن حسن نوروزه می نماید. چراغانکنی راه مرکزی در محله نامبرده با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوروغ انجام داده شد. اقدام مذکور واقعا شهر خوروغ را مرحله به مرحله برای تبدیل یافتن به نگین بدخشان نزدیک نموده، قدم نوبتی برای رسیدن به هدفهای نیک و سازنده دولت و حکومت مملکت راهنمون می سازد. باید گفت که در پرتو سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروزها هر یک شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان در حال رشد قرار دارد و بنیاد انفراساختور نو و تامین زیبایی شبانه کوچه و خیابان‌ها در مده اول قرار داده می شود. امروز ساکنان مرکزی ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خوروغ در دلخواه ساحت در کوچه‌های مرکزی شهر گشت و گذار نموده از زیبایی و آبادی آن حلاوت میبرند و تامین عیانیت شبانه مرکز ولایت شهر خوروغ به زیبایی این گوشه تاجیکستان حسن نو بخشیده به رشد انفراساختور زمینه نوی واقعی میگذارد.